پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی شام 7 فوریه سال 2024 در سخنرانی تلویزیونی خود در 715 روز جنگ با روسیه اعلام کرد که او فرمانده ارتش اوکراین گنرال والری زالوژن را از وظیفه سبکدوش کرده است. برکناری گنرال در بین مردم و حربیان اوکراین ابرومند در آستانه سالگرد دوم جنگ پرقربانی و خرابی‌آور روسیه به ضد اوکراین در پس منظر سر و صداها درباره اختلاف بین پرزیدنت زلنسکی و گنرال زالوژن و تورشک سیاسی پرزیدنت به گنرال ارشدش صورت گرفت. هنگامی که زلنسکی برکناری زالوژن را اعلان میکرد، او به چندین نقطه ضعیف ارتش اشاره نموده یادآور شد که سال گذشته ارتش در حمله جوابی تابستانه در جبهه جنوبی به ناکامی‌ها مواجه گردید. در ادامه صحبتش زلنسکی افزود که به جای زالوژن او فرمانده قشون‌های خشکگرد گنرال پلکوونیک الکساندر سیریسکی را تعیین کرده است. به گفته پرزیدنت اوکراین، گنرال سیریسکی از تجربه بوی دفاعی برخوردار بوده، موضوع نقشه عملیات مدافع کیف را طرح‌ریزی کرده بود. در برابر این به گفته زلنسکی، سیریسکی همچنین در صنعت تهاجمی نیز قابلیت والا داشته ملکه خود را در رفت عملیات آزادی‌سازی خارکوف به نمایش گذاشته بود. بنا به گفته زلنسکی، او پیش از سخنرانی خود با زالوژن صحبت داشت و از گنرال خواسته است که در آینده نیز در تیم او باقی بماند. در مورد این واخوری زالوژن نیز در صفحه تلگرام خود خبر داد و نوشت که در ملاقات با رئیس جمهور مسئله جدی و ضروری را بررسی کرده است، ولی زالوژن در این باره که در آینده در تیم زلنسکی باقی خواهد ماند یا نه چیزی مشخص نگفته است. پس از سخنرانی پرزیدنت و اعلان برکناری زالوژن از منصب، سامانه رسمی وزارت دفاع اوکراین فرمان برکناری زالوژن و تعیین شدن الکساندر سیریسکی را نشر کرد. باید یادآور شد که هنوز 29 ژانویه سال روان رسانه‌ها خبر داده بودند که زلنسکی زالوژن را از وظیفه برکنار کرده است، ولی مقام‌های اوکراینی خبرها در این مورد را رد نموده بودند. بنا به اطلاع این روزنامه The Washington Post روز 3 فوریه سال 2024 با تکیه به منابع خود از داخل کاخ سفید گزارش داد که دستگاه پرزیدنت اوکراین مقامات امریکا را آگاه کردند که گنرال والری زالوژن را از وظیفه فرمانده ارتش سبکدوش می‌کنند. در نوبت خود بنا به گفته این روزنامه، مقامات امریکایی این پیشنهاد زلنسکی را نپذیرفتند و به آن مخالفت کردند. بنا به اطلاع این روزنامه، سبب از وظیفه رفتن زالوژن اختلاف نظر در بین فرمانده و سرفرمانده در رابطه به شیوه موبیلیزاسیا، یعنی به جنگ سفربر کردن نزدیک به 9 میلیون نیروی نو سر زده است. فرمانده نو ارتش اوکراین به نوشته The Washington Post در بین نظامیان اوکراین از آبرو و نفوذ نظررس مثل زالوژن برخوردار نیست. اکثر نظامیان سیریسکی را همچون فرمانده تیپ شوروی تصور میکنند و این را که او نظامیان را در جبهه بخموت مدت طولانی زیر آتش روسان نگاه داشت و امر عقب نشینی را صادر نکرد خوش ندارند. نوشته است این نشریه امریکایی. گنرال سیریسکی سال 2014 به وظیفه معاون اول فرمانده نیروهای مسلح اوکراین انتخاب شده. در این وظیفه مسئول همکاری ارتش اوکراین با ناتو نیز بود. گنرال سیریسکی عائله‌دار و صاحب یک پسر بالغ با نام الکساندر است.